غزل چطوری؟ میخواستم راجع به علی باهات صحبت کنم. اصلا اسمش هم نیارم. چرا آخه؟ علی خیلی پسر خوبیه. شما دوتا خیلی کنار هم رابطه قشنگی داشتین. این روزا همه دارن به هم خیانت میکنن و ببین علی الان یکم عصبیه به خاطر مشکلات خانوادگیشه. مشکل مالیش هم که خودت میدونی. علی مشکل مالی نداره. دیروز واسه من پول زده. هفته پیشم که با هم کیش بودیم. خودت در جریانی؟ کیش مگه به خرج تو نبود؟ دختر مگه توی رابطه خرج میکنه؟ واسه تولدم هم میدونه گردنبند طلا خرید. ای لاشی دختر میبینی شل میکنی؟ چی؟ هیچی، همون بهتر که باش کات کردی. ببین اون از همون اولم دنبال دوستت سلماز بود. همین الانم فکر کنم با یکی اوکی شده فاب زده. اصلا بهش پیام ندی. خیلی لاشیه. چی یا شد؟ بریم دم آبربانک تا بهت بگم چی شد. آبربانک برای چی؟ لاشی تو دنگ تو نمیدی، رفتی دختر مردمو بردی کیش واسش طلا خریدی. یا بریم دم آبربانک کارت دارم. 100 تا شاخه گل خریدم واسه پس